مقامات امنیتی کره جنوبی روز دوشنبه از اقدام فعالان صلح برای توزیع هوایی تراک‌هایی با مضامین سیاسی در مرزهای کره شمالی جلوگیری کردند. این تصمیم سئول پس از آن عملی شد که پیونگیانگ روز جمعه تهدید کرده بود در صورتی که سئول اجازه بلند شدن بالون تبلیغاتی حاوی اعلامیه‌های ضد کره شمالی را بدهد، واکنش نظامی به همسایه جنوبی خود را در دستور کار قرار خواهد داد. سازمان دهندگان این اقدام با انتقاد از سیاست فعلی رئیس جمهوری کره جنوبی هدف خود را از ارسال این نامه‌ها آگاه کردن 20 میلیون برادر ساکن کره شمالی نسبت به حقیقت عنوان کردند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی، مقامات سئول در نظر دارند تنش با همسایه شمالی خود را در پایین‌ترین حد ممکن نگه دارند. در همین راستا کره جنوبی از سازمان دهندگان چنین اقداماتی خواست با در نظر داشتن شرایط حاکم بر روابط سئول و پیونگیانگ از خود خویشتن‌داری بیشتری نشان دهند.